نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و درود و سلام خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی. در این قسمت از برنامه می‌خوایم در مورد موضوع مهمی صحبت بکنیم، موضوع خواستن غیر الله سبحانه و تعالی. همه می‌دانیم که پیامبران الهی بدون استثناء همه برای این فرستاده شدند که به ما انسان‌ها بگویند که غیر از الله سبحانه و تعالی هیچ معبود دیگری وجود ندارد، هیچ معبود دیگری شایسته عبادت نیست و اینکه به الله سبحانه و تعالی کسی را شریک نیاریم. دعوت به توحید و یکتاپرستی دعوت همه انبیای الهی بود، از آدم علیه السلام تا سیدنا و حبیبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دعوت همه این پیامبران بزرگوار، حالا صد و چند هزار پیامبری که آمدن، همه اینها دعوتشان این بود که لا اله الا الله، هیچ معبودی شایسته عبادت غیر از الله سبحانه و تعالی نیست. دعوت همه این انبیای الهی این بود که به الله سبحانه و تعالی کسی را شریک نیارید. اما می‌بینیم که در طول تاریخ انسان‌های شیادی در بین جوامع بشری بندگان الله سبحانه و تعالی را به سوی عبادت غیر الله بردند. تعدادی گوساله پرست شدند، تعدادی بت پرست شدند و امروز در بعضی از کشورها می‌بینید که از موش و گربه و خلاصه حیوانات تا فیل و گاو و تمساح و هر یعنی چیزی رو که شما تصور بکنید در ذهنتون میپرستن. حتی در جوامعی آهن میپرستن، فکر میکنن که العیاذ بالله خلقت همه کائنات سببش همین آهن است و این آهن رو به عنوان خدا میپرستن. الله سبحانه و تعالی برای راهنمایی بشریت رسولانی رو فرستاد تا به این بشر بگن که پروردگار شما یکیست، خالق شما یکیست و همه آنچه که در آسمان ها و زمین ها وجود دارند تابع اوامر الهی هستند. از مایعات، از جمادات، از انسان ها، موجودات، همه مخلوق الله سبحانه و تعالی هستند و همه اینها من دون الله هستند. الله سبحانه و تعالی خالق همه این موجودات است. در این برنامه در مورد این که خواستن غیر الله سبحانه و تعالی، استعانت جستن از الله سبحانه و تعالی و طلب شفاعت کردن از غیر الله سبحانه و تعالی و همچنین کمک و استعانت و مدد خواستن از غیر الله سبحانه و تعالی چه تضادی با اعتقاد توحید و یکتاپرستی و آیات صریح قرآن کریم دارد خدمت شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. یکی از سوره‌ای که شاید انسانی نباشد در بین مسلمان ها که به سن بلوغ رسیده باشه و پابند دین باشه، حتی اونایی که شاید پابند دین هم چندان نباشن، با سوره فاتحه آشنا هستن. حداقلش نماز نخوانن، در نماز نخوانن دیگه سر قبر که میخوانن، در فاتحه گیری هاشون میخونن. در سوره فاتحه که فضائل زیادی دارد، یعنی سوره فاتحه، و میشه گفت که تقریبا این سوره مختصری از کل قرآن است. خیلی سوره جامع و کامل و زیبایی است. به خاطر همین ما در هر رکعت نماز این سوره رو میخوانیم. الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارک
برای ما بیان می کند که حمد و سپاس و ستایش فقط لایق آن کیست؟ الله سبحانه و تعالی. الحمدلله رب العالمین. همه حمد و ثنا و سپاس و ستایش ویژه الله سبحانه و تعالی است، خاص برای الله سبحانه و تعالی است، پروردگاری که پروردگار عالمیان است، همه جن و انس و آسمان و زمین و همه چیز، پروردگاری که رحمان و رحیم است، الرحمن الرحیم، بخشنده مهربان است و مالک یوم الدین، صاحب اختیار، مالک، پادشاه و صاحب اقتدار روز جزاست، روزی که در آن روز پاداش انسانهای خوب و بد پرداخته می شود. بعد از اون می گوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. محل شاهد ما در این برنامه همین آیه است، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد از این که الله سبحانه و تعالی این صفات رو در مورد ذات اقدس خودش بیان میکنه که الله است، پروردگار جهانیان است، رحمان و رحیم است، صاحب اختیار و پادشاه روز جزاست، بعد از اون به ما میگه که ای بنده، ای انسان، تو باید به این اقرار بکنی در هر رکعت، در هر روز، در هر نماز بارها باید بگی که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. تکرار بعضی از این آیات، تکرار بعضی از این سوره ها در طول شبانه روز برای ما یک درسی داره، برای ما یک چیزی رو میخواد به ما بفهمانه. بعضی از شعارهایی که الله سبحانه و تعالی در مواسم مختلف، در عبادتهای مختلف برای ما این رو تعیین کرده، اینا درس داره، اینا برای ما یک پیام داره که ای بنده اینا رو گوش کن. خیلی از ما هستیم هر نماز هم میخونیم، در هر رکعت از نمازهامون همین سوره رو میخونیم، اما متاسفانه معنی این آیات رو نمیفهمیم یا در معانی این آیات تفکر و تدبر نکردیم. به خاطر همین است که الله سبحانه و تعالی ندا میده به ما که آیا در قرآن تدبر نمی کنید، تفکر نمی کنید، تعقل نمی کنید؟ اون بنده ای که امروز ایاک نعبد و ایاک نستعین رو هر روز در هر رکعت نمازش میخونه و فردا میره در بالای قبری، در زیارتی، در پیش پیری، در پیش ولی، در پیش امامزاده‌ای از اونها کمک و استعانت میجوید، آیا این انسان معنی این آیه رو شنیده، فهمیده، متوجه شده که داره چی میخونه؟ نخیر. به زبان مثل بلبل چیزی رو تکرار میکنند، در هر نماز میخوانند، اما در زندگی عملی خودشون به اون عمل نمیکنن. وقتی که تو با الله سبحانه و تعالی این عهد رو میبندی، این پیمان رو میبندی که ایاک نعبد، تنها تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و تنها از تو یاری و مدد میجوییم، و بعد از اون که این عهد و پیمان رو میکنی با الله سبحانه و تعالی، دعا میکنی که اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت بکن. تو انسانی که امروز اگر با یک انسانی مانند خودت عهد و پیمانی ببندی، خجالت میکشی که این عهد و پیمانت رو بشکنی، اما در اینجا با پروردگار عالمیان، با صاحب اختیار آسمان ها و زمین، با کسی که همه اختیارات ما به دست اوست، با او پیمان میبندی، اما به این پیمانت عمل نمی کنی، خیانت میکنی، و بعد از اون دعا میکنی که اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت بکن. بعد از اون میخوایی که تو در زندگی آرام باشی، آرامش داشته باشی، سعادتمندی داشته باشی، و تو با پروردگارت اون پیمانی رو که در هر رکعت نماز میبندی، پیمانی نیست که یک بار در عمر بسته باشی، این پیمان رو هر روز در هر نماز و در هر رکعت با الله میبندی که ای الله ایاک نعبد، تنها تو را پرستش میکنم، و ایاک نستعین، و تنها از تو یاری و مدد میجویم. اما میری میگی که
یا علی یا حسن یا حسین یا عبدالقادر جیلانی یا فلان یا علان. این شکستن پیمانی نیست که با پروردگار خودت بستی. این شکستن پیمانی نیست که با خالق خودت بستی که جان تو در اختیار اوست. اگر او طبق آنچه که خودش در شروع این سوره مبارک میفرماید که اگر رحمان و رحیم نبود به خاطر کوچکترین گناه تو رو میتونست بی انتها عذاب بکنه، اما ای به تو فرصت میده، ای در هر روز، در هر صبحی که خورشید طلوع میکنه برای ما فرصتی دوباره میده برای اینکه بیایم تجدید پیمان بکنیم، بیایم به سوی خدا برگردیم. پس دوستان عزیز، این آیه مبارک در این سوره مبارک به ما این رو میخواد بگه که ای انسان، ای بنده من، فقط مرا عبادت بکن، فقط و فقط از من یاری و مدد بجو. این اصل توحید و یکتاپرستی است که ما اعتقاد داشته باشیم که صاحب اختیار، روزی رسان، کسی که به ما فرزند میده، کسی که به ما عزت میده، کسی که به ما ذلت میده، کسی که به ما هر آنچه که در دنیا نیاز داشته باشیم رو الله سبحانه و تعالی در حیطه قدرت هوست که به ما میده. غیر از هو هیچ کس نمیتونه به ما ضرری برسانه و غیر از هو اگر او نخواد نمیتونه به ما نفعی برسانه. این توحید است، این یکتاپرستی است. عزیزان، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره های مختلف، میشه گفت در جای جای قرآن، مثال های متعدد، آیه های متعدد در تشویق ما بر این که پیرو الله سبحانه و تعالی باشیم و او را به یگانگی بپرستیم و به او کسی را شریک نیاریم و هر کسی که غیر از الله سبحانه و تعالی باشد صاحب اختیار نیست، خاصتا کسانی که از دنیا رفتن، امامن، امامزادن، پیغمبرن، هر کسی که میخوان باشن، ما به زیارت اونها بریم، به قبر اونها بریم، از اونها کمک بخوایم، از اونها طلب رزق و روزی و فرزند و احتیاجاتمون رو بکنیم، این مخالف با دستورات قرآن کریم و دین مبین اسلام و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعضیا چی میگن؟ میگن ما بندگان گناهکاریم، ما بندگان که رو نداریم پیش الله سبحانه و تعالی. این انسانهای خوب رو، این بندگان صالح و شایسته رو در نزد الله سبحانه و تعالی شفیع قرار میدیم، وسیله قرار میدیم، واسطه قرار میدیم و توسط اینها از الله متعال میخوایم، یا ما رومون نمیشه، ما اینها رو به اصطلاح چیکار میکنیم؟ اینها رو وسیله قرار میدیم، میگیم خدایا ما که دیگه پیش تو رو نداریم، الان این اومدم اینجا قبر فلان امام فلان پیر، من از ایشون میخوام که ایشون از شما بخوان که شما به ما اینو بدید. این دقیقاً مخالف توحید و یکتاپرستی است، چون الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما بیان میکنه که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم، از من بخواهید، مرا در دعای خود یاد بکنید، از من مدد و یاری بجویید، من مستقیما شما رو چیکار میکنم؟ کمک میکنم، یاری میکنم، مدد میکنم. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگری خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که و اذا سألك عبادی عنی، اگر که بندگانم از تو ای محمد صلی الله علیه و سلم در مورد من میپرسن، در مورد الله سبحانه و تعالی میپرسن، حتی در اینجا به پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیگه که قل، بگو ای محمد، مستقیما الله سبحانه و تعالی جواب میداد که انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، من نزدیکم، دعوت دعای دعا کننده را میشنوم و اجابت میکنم. الله سبحانه و تعالی به شما مستقیما میگه که مرا بخوانید تا اجابت بکنم، من نزدیکم، من به فریاد شما میرسم، دعا کردید من دعای شما را میشنوم، حاجت شما را برآورده میکنم. پس شما چرا به سوی قبری، پیری، مرده‌ای، زنده دیگری میرید و او را واسطه قرار میدهید؟
الله سبحانه و تعالی به این واسطه ها نیاز ندارد. همین اعتقاد رو مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتن که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اینها رو عبادت نمی کنیم، این بت ها رو ما عبادت نمی کنیم، اینا فقط واسطه های ما هستن که ما رو به خدا میرسانن. اصلا اسلام آمد، پیامبر آمد تا همین واسطه و واسطه بازی رو از بین ببره، تا به انسان ها بگه، به بندگان بگه که به سوی پروردگاری بروید که در هر حالتی صدای شما رو میشنوه و اجابت میکنه. ادعونی استجب لکم. و چه گمراست کسی که پروردگار متعال از او میخواد که به سوی من بیا، من دعای تو رو میشنوم، من صدای تو رو میشنوم، من تو رو اجابت میکنم، من تو رو به خواسته هات میرسانم، هر چی میخوای از من بخوا. اما این انسان الله سبحانه و تعالی رو با این همه لطف و مهربانی و بزرگی رها میکنه و میره به سوی قبری، به سوی زیارتی، به سوی کسانی که اختیار شخص خودشان رو ندارند، به خودشان نفع و ضرری نمیتوانند برسانند. چگونه میتوانند این انسانها به شخص دیگری، به کسی که امروز زنده است و اون شخصی که صدا میشه مرده است نفع و ضرری برسانه؟ و الله سبحانه و تعالی میگه که ادعونی استجب لکم، از من بخواهید تا شما را اجابت بکنم، تا خواسته شما را برآورده بکنم. آیا این مخالف با توحید و یکتاپرستی و با همون رکن اول اسلام و رکن اول ایمان نیست که ما شهادت دادیم به وحدانیت و به یگانگی الله سبحانه و تعالی و اکنون این گونه از دستورات ذات اقدس الهی سرپیچی میکنیم؟ پس برادر و خواهر گرامی، وقتی که انسان در هر نمازش، در هر رکعت سوره فاتحه رو میخونه، با پروردگارش عهد میبنده که تنها او رو عبادت بکنه و تنها از او یاری و مدد بجوید، بر او جایز نیست که غیر الله سبحانه و تعالی رو صدا کند، غیر الله سبحانه و تعالی رو ندا کند، از غیر الله سبحانه و تعالی چیزی بخواهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در صحیح بخاری روایت شده است میفرمایند که من مات و هو یدعو من دون الله ندا، کسی که بمیره و غیر از الله سبحانه و تعالی در ندایش، در دعایش، در استغاثهش، در مدد جستنش غیر الله سبحانه و تعالی را خواسته باشد و به الله سبحانه و تعالی شریک آورده باشد، چون این شریک آوردن است به الله سبحانه و تعالی، دخل النار، این انسان وارد آتش جهنم می شود. کسی که غیر الله سبحانه و تعالی را خواسته باشد، کسی که به الله سبحانه و تعالی شریک آورده باشد، این انسان وارد جهنم می شود. چرا؟ بزرگترین بدبختی، بزرگترین اشتباه و بزرگترین گمراهی این است که ذات اقدس الهی شما رو، این صلاحیت رو در انسان قرار داده باشه که تو من رو بخوا، در هر حالت، در هر جا، در تاریکی های شب، در آسمان ها، در زمین ها، در ته چاه، تو من را بخوا، من اجابت می کنم. اما این انسان بره و در کنار الله سبحانه و تعالی شخص دیگری رو قرار بده و از او بخواد، یا او رو واسطه قرار بده بین خودش و بین پروردگار متعال. این بزرگترین گمراهی است، این بزرگترین بدبختی است که امیدواریم الله سبحانه و تعالی ما و شما عزیزان را از شر شرک، چه انواعی که در قرآن کریم و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صورت آشکار و بیان برای ما آمده، و چه آن انواع شرکی که ما ناخواسته به دام اون میفتیم. شرک در عبادات مانند ریا، شرک خفی که انسان داره نماز میخونه، داره عبادتی رو انجام میده در پیشگاه الله سبحانه و تعالی، اما در گوشه دلش
نظری هم به اطرافیان خودش داره که مردم بگن که والله عجب آدم خوبی است، داره نماز میخونه. این رو بهش میگن شرک خفی. این شرکی است که متاسفانه خیلی از انسان‌ها مرتکبش میشن ندانسته. این نشان دهنده این است که انسان در اون عبادتش اخلاص نداره به الله سبحانه و تعالی. اخلاص مهمترین چیز در عبادت است که انسان را از شرک و از اموری که مخالف توحید و یکتاپرستی است دور میکنه. الله سبحانه و تعالی این گونه عبادتی که در اون شرکی نباشه، در اون شبهه‌ای نباشه، در اون ندای غیر الله نباشه، در اون ایمان کامل و توجه و همه فکر و هوش و حواس انسان به طرف الله سبحانه و تعالی باشه، نصیب من و شما عزیزان بکنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني